امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین معاون سروزیر وزیر کارهای خارجی جمهوری قزاقستان مراد نوردایو را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مسائل دارای خصوصیت سیاسی، اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و بشری همچنین همکاری‌های دو کشور در این سمت‌ها در روحیه شریکی استراتژی و همپیمانی بررسی شد. همزمان با گسترش مکالمه بین پارلمانی توجه خاص ظاهر گردیده تاکید کرده شد که پیشبرد پیگیرانه آن به مجموع مناسبت‌های دو کشور تأثیر مثبت می‌رساند. همچنین جدول ملاقات و تماس‌های در پیش ایستاده در سطح عالی و رفت آمادگی به همایش اتحاد دولت‌های مستقل و وخوری در قالب آسیای مرکزی فدراسیون روسیه در دوشنبه بررسی شد. در فرجام وخوری مراسم امضای عهدنامه دوستی، همسایگی نیک و همکاری برای رشد آسیای مرکزی در اصل 21 برگزار گردید و این سند از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. تاکید گردید که کار مشترک در سمت تطبیق همه‌جانبه سند مذکور عامل تأمین و تحکیم صلح و ثبات و رشد باثبات در منطقه می‌گردد.